سیامک چی می‌گونی؟ من درباره این فکر میکنم که رابطه دبی با بزرگترین و بلندترین چیز مثلا در این منطقه قراره بزرگترین برج دنیا را بسازه، بزرگترین مال دنیا را هم قرار است بزرگترین میدان هوایی را مثلا بزرگترین میدان هوایی هم راست میگه. امروز میدونی از یک چیز دیگه خبر شدم و این که بزرگترین مرکز فروش موتر در منطقه را هم قرار است در اینجا بسازه. در حال حاضر هم دبی به کشورهای خاورمیانه و کشورهای منطقه موتر صادر میکنه. میدونی یک چیز دیگه، اما تنها ما شما بسیار موتر فروش زیاد داریم ماشاءالله، کل بیزنس موتر خیلیش داره میشه از هموطنای خودمون است. اینا حتما دنبال ویلا هسته و در این منطقه‌ای که قرار بزرگترین مرکز موتر فروشی ساخته شود پهلویش در تنه کمیونیتی ویلایی است که دو برتن شد. این امو کمیونیتی ویلایی است که در این طرفش قرار است بزرگترین مرکز موتر فروشی ساخته شود. این از 3 اتاقه تا 7 اتاقه ویلا داره که ویلایش به صورت تکی یا استندالون هم است و حالت تاون هاوسی هم داره. امکانات رفاهیش هم بسیار زیاد است که بیش از 50 امکان رفاهی می داشته باشه. شرایط پرداخت بسیار خوب هم داره. 35 ماه پس از که خانه‌تان رو تحویل میگیرین ماهی 1% شما پرداخت میدین، براتون تخفیف بسیار خوب هم گرفته میتونم. قطار الاتحاد که قرار است کل کشورهای عربی را به هم وصل بسازه و هم از این پالم بسازه. من اگر خواستم دوباره موتر بخرم از شما میخرم. اگر شما خواستین که خانه در اینجا بگیرین، ویلا بگیرین، برام پیام بدید.